حکم 15 هم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت هجرت به شرط خنداندن والدین کرد. عبدالله ابن عمر میگه، حدیث ادب مفرد است، یا یکی از کتابای امام بخاری، امام الادب المفرد است که رسول تالیف کرده. میگه عبدالله ابن عمر گفت که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یبایعه علی الهجره، که امرایش بیعت بکنه که هجرت بکنه. و ترک ابویه یبکیان، میگه این مادر و پدر خودم گذاشته بود که اونا گریه میکردن. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و برشان گفت که ارجع علیهما، بهشان برو، و اضحکهما کما ابکیتهما، اونا را بخندان، همین قسم که اونا را گریاندی، یعنی باید اونا را به خنده بیاری. بعد از تو میتونی که باز هجرت بکنی. حکم 16 هم که کسی که به والدین خود الفاظ زشت میگه خساره بسیار بزرگی کرده است و الله متعال او را در قرآن بسیار زشت معرفی کرده. والذی قال لوالدیه اف لکما، میگه کسی که به مادر و پدر خود گفت که اف بر شما، خسته شدیم از شما، باز این صفت بیان میکنه که این صفت یک انسان بیدین و کافر است. این صفتش بیان کرده در سوره احقاف آیت 17، یعنی انسان مسلمان این کار نمیکنه. چرا باز آخرش میگه انهم کانوا خاسرین، اینا کسایی هستن که باز خساره کردن. حکم 17 دشنام دادن والدین اکبر کبایر است. دشنام دادن مادر و پدر از جمله گناه های کبیره هست که کسی به مادر و پدر خود دشنام بده. امام مسلم در صحیح مسلم روایت میکنه عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص، از عبدالله ابن عمرو ابن العاص که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من الکبائر شتم الرجل والدیه، از جمله گناه های کبیره یکی است که یک کسی مادر و پدر خود دشنام بده. حالا میگه صحابه گفتن که یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هل یشتم الرجل والدیه، آیا یک انسان بدبخت پیدا میشه که مادر و پدر خود دشنام بده؟ صحابه ایران ماندن، این قسمی خود کسیاف نمیشه. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله، یسب ابا الرجل فیسب اباه، یک کسی میخیزه پدر یک کسی دیگه رو دشنام میته و باز پدرش دشنام میته. همین بعضی بچه‌ها فرزندای بی تربیه و بد اخلاق هستن، یکی دیگه خدا که میبینه او رو دشنام میته، او پدر نالت چطور هستی، بازو برش میگه که او بچه چطور هستی، حتی مذاقشان دشنام است. بعضی کسان و یسب امه، یا مثلا کسی جنگ میکنه و در جریان جنگ مادر یک کسی رو دشنام میته و یسب امه، باز او مادرش دشنام میته. یعنی رسول الله هم گفت که یعنی امی که از گناه کبیره یک کسی گناه کبیره میکنه مادر و پدر خود دشنام میته، یعنی مستقیم خود دشنام نمیته، بلکه یک کسی دیگر را دشنام میته، باز او مادر از او دشنام میته، پدرش دشنام میته، او باز میخیزه مادر و پدر از او دشنام میته. این در حقیقت که خودش مستقیما مادر و پدر خود دشنام داده باشه. حکم 18 لعنت کردن والدین، لعنت شدن انسان است. یعنی کسی که مادر و پدر خود لعنت میکنه، الله خودش لعنت میکنه، یعنی از رحمت خودی رو دور میسازه. امام مسلم در صحیح مسلم روایت میکنه عن ابی طفیل قال قلنا لعلی بن ابی طالب، ابی طفیل میگه ما گفتیم به علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اخبرنا بشیء اصره الیک رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما به علی رضی الله تعالی عنه گفتیم که علی رضی الله تعالی عنه برای ما خبر بده از چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مخفی برای تو گفته هست. یعنی چیزایی است که بعدگاه نگفته باشه، برای تو گفته باشه. به علی رضی الله تعالی عنه میگه فقال، میگه علی رضی الله تعالی عنه گفت که ما اصر الی شیئا کتمه الناس، هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تو کدام خبر سری یا کدام سخن مخفی نگفته است که از مردم او را پد کرده باشه. این دروغ است، غلط است که کسی تو فکر میکنه که برای ما بعضی چیزایی را مخفی گفته است.
لکن من سمعته، من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و میگفت که میگفت لعن الله من ذبح لغیر الله، یعنی الله لعنت میکنه کسی را که به غیر الله ذبح بکنه. بعضی کسا هست مثلا به نام فلانی زیر پای فلانی یا جیسد ذبح میکنه و بعضی ها به قبر میبره به فلانی قبر زیارتی ذبح میکنه یا که پیش بت میره ذبح میکنه. الله متعال میگه لعنت رو میکنه، از رحمت خود دور میسازه کسی که ذبح بکنه یک حیوان یا پرنده را، حتی زیر پای عروس. بسیاری کسا میره زیر پای عروس مرغ میکشن، مورد لعنت الله قرار میگیره، در شرک مبتلا میشه. لعنت چی معنی؟ یعنی راندن از رحمت الله. رحمت الله چیه؟ جنت الله، یعنی از جنت محروم میشه. چقدر خطرناک است کسی که ذبح بکنه به غیر الله. ولعن الله من آوى محدثا، و الله لعنت میکنه وقتی کسی مأوا بده، جای بده یک انسان بدعتکار است. امروز بسیاری کسا هستن بدعتکار هستن، میرقصن در عبادت میرقصن و چک چک میکنن. این حال کسی که برای اینی انسان بدعتکاری که مردم به بدعتهای خود دعوت میکنه، بازی رو میاره در خانه خود در بالا سر میشانه و ایر احترام میکنه. علی رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که لعنت کرده الله ایره هم، که تو میفهمی که این انسان بدعتکار است. این انسان ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بدعت‌ها را نشر میکنه و باستور چی میکنی؟ هنوز او بدعتکار تو قدر میدی و بالا میشنی و احترام میکنی. پس هر کسی که مأوا میده، جای میده برای بدعتکار، لعنت الله بالای او است. سوم، ولعن الله من لعن والدیه، و لعنت کرده الله کسی را که والدین خود لعنت میکنه، دشنام میته و بدی میگه و مثلا چی میکنه؟ لعنت شد. و چهارمش، ولعن الله من غیر المنار، و لعنت کرده الله کسی که او امو نشانه های زمین تغییر میده. مثلا زمین این بالا پالوی زمین از دیگه هست، این باز امو دبنشان یک فاصله هست، این نصف شو میره امو زمین از او را در زمین خود داخل میکنه و علامات چی میکنه؟ تغییر میده، پس میبره که یک نیم متر زمین از اون داخل زمین میشه. این هم مستحق لعنت الله میشه. این 4 طایفه چقدر خطرناک است. حکم 19، محرومیت از نظر الهی با خفت ساختن والدین، یعنی الله به طرفش نظر نمیکنه. امام نسائی رحمه الله روایت میکنه در حدیث صحیح عن سالم بن عبدالله عن ابیه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، گفت 3 طایفه مردم هستن که الله به طرفشان در روز قیامت نظر رحمت نمیکنه، به طرفشان نمیبینه. کی هستن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ العاق لوالدیه، اول کسی که مادر و پدر خود خفه ساخته باشه، و دومش والمرأة المترجله، زنهایی که خود مردا واره میسازن. همین بسیاری خانم ها هستن لباس های مردانه میپوشن، خود مردها واره جور میکنن، موی خود مردا واره جور میکنن و قواری خود مردا واره جور میکنن و دریشی میپوشن مردا واره، که در میره فکر میکنه که یک مرد است، که یک وقت سائل میکنه که اوه ما فکر کردم انت تو انت. و دیوث، و سوم کسی را که الله متعال در روز قیامت به طرفش نظر نمیکنه دیوث هست. دیوث کی هست؟ یعنی کسی که در قصه ناموس خود نیست. خواهرش چه قسم لباس پوشید، که کدام مردها شیشت، کجا رفت، در قصهش نیست. خانمش که کی قصه کرد، سطر کرد، حجاب کرد یا نکرد، چند بجه از خانه برآمد و چه وقت رفت و چه کتکی شیشت و در کدام مجلس شیشت، هیچ. مثل که امروز در بسیاری جای برآمده باز میگه والا یعنی شما استادای افراطی هستین. چرا افراطی هستین؟ این شما این قسم میگین در حالی که هر کس چی داره بود، ولا تزر وازره وزر اخرى. او صحیح است که ولا تزر وازره وزر اخرى، که هیچ کس متحمل گناه کسی دیگه نمیشه وقتی که تو به او صلاحیت نداری. مثلا خودت در کجا هستی؟ در مملکت دیگه هستی و من در دیگه مملکت هستم. این حال اگه خودت گناه میکنی من مکلفیت خودت ندارم.
اما بازه تو نمیشه که من مکلفیت فامیل خدا نداشته باشم. بازه این هم بگویم که نه، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. یک وقت کدام جوان خسته بود، باز یک کلیپ مهمی عالم از در اینترنت نشر کرده بود که استاد دایی قرآن غلط تفسیر میکنه. این غلطیش چی است؟ غلطیش این است که در آیات قرآن میگه ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس مسئولیت کسی دیگر را نداره. ولی درست است که مثلا اگر یک نفر پدرش کافر می باشه، پسرش مسئولیت از او نداره، به خاطر اینکه پسر مثلا از پدر خود چی کرده میدونه. ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، پدرش کافر بود. ابراهیم علیه السلام دعوت خدا کرد، لکن او وقتی که قبول نکرد، خلاص اینا ما مسئولیت دیگران را نداریم، اما از خانم خود، از فامیل خود، از اولادای خود، از خواهر خود، از مادر خود، از دختر خود، از یا خب باز مثلا ما مسئولیت داریم، چون رسول الله صلی الله علیه و میگه کلکم راعن، کلتان مثل یک چوپان هستین و کلکم مسئول عن رعیتی، کل شما مسئولیت دارین در مقابل اعضای خانوادهتان، کسایی که زیر دست شما هست. بازی جوان میخیزه وقتی اینو نمیفهمه، باز چی میگه که مرا به خواهرم چی که کجا میره، مرا به مادرم چی که کجا میره، چند بجه میره، چه قسم لباس میپوشن، من غم خودم میخورم، غم از رو نه برادر جان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی، کل شما مثل چوپان هستین، چوپان مسئولیت کل امو رمی خدا داره. تو در خانواده کسایی که زیر دست تو هست، کل از اینا را مسئولیت داری، از دختر خود، از پسر خود، از فامیل خود، از اعضای از اینا، از کل از اینا. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و میگه که 3 نفر است که الله به طرفشان نظر نمیکنه در روز قیامت. یک طایفشان امید دیوس است، که خانمش کشیشت در مجلس، که کی عکس گرفت، با امرای کی قصه کرد، با امرای نامحرما چی کرد. حتی بسیاری وقتا مثلا داماد استاد است، باز رفیقش میاد پالوی خانمش استاد میشه و سرشانه از دست خدای من عکس میگیره. این کل از اینا در این کلمه داخل میشه. و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و بسیاری کسا باز وقتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، خود چون کافر از بیدین است، حدیث قبول نداره، قرآن قبول نداره، اول میگه من حدیث قبول ندارم، باز چند روز بعدش باز میگه این حدیث قبول ندارم، باز دیگه روز میگه من سیرت قبول ندارم، باز چند آیسته آیسته آیسته، یعنی کفر از دیگه خطوات شیطان است. باز آخرش میگه چی میگه؟ باز بیخی میگه من قرآن قبول ندارم. امیل بسیاری کسای هستن، شما شاید می رسانه ها ببینن که 10 سال پیش یا 5 سال پیش ادعا میکرد که نه من قرآن قبول دارم، کلام الله هست، پیغمبر قبول دارم، خب من احادیث قبول ندارم. آل که آمده چند وقت بعد حالا باز چی میکنه؟ حالا باز بیخی قرآن رد میکنه، باز پیغمبر هم دشنام میته ایرا میته. این از روز اول ما میفهمیم که از روز اول کافر بود. خب منتها بعضی از کفر خود تو کمک میگه، کمک تا بالاخره هم تو پخته کفر خود بیان میکنه و بعضی مردم ها را فریب میته. پس این چی است؟ خب و ثلاثه لا يدخلون الجنه، و رسول الله صلی الله علیه و میگه که به 3 نفر خود الله نظر نمیکنه. کسی که پدر مادر خود خفه میسازه، خانم هایی که چهره خود به مردها میسازن، و مردهایی که دیوس هستن و متوجه اعضای خانواده خود نیستن که اینا با کی نشست و برخاست میکنن، با بیگانه ها و چی میگن، کجا میرن. یعنی و ثلاثه لا يدخلون الجنه، و 3 طایفه مردم هستن که داخل جنت نمیشن. اینها کی هستن؟ رسول الله باز گفت که العاق لوالدیه، کسی که مادر و پدر خود خفه ساخته به جنت نمیره. و المدمن الخمر، کسی که مدمن خمر چی نمیگن؟ یعنی کسی که به شراب معتاد شده باشه، معتاد شراب، یعنی همیشه شراب می نوشه. و المنان بما اعطا، دیگه کی در جنت نمیره؟ کسی که منت گذار است، منت می‌نماید. یک چیزا که آدیام که برداد 20 دفعه یاد میگه چطور بود امگه او منت گذاری نکو، ولا تمنن تستکثر، جزاک الله خیر. این منت گذاری هم برای مسکین و فقیر هم که کمک میکنه، سرش منت گذاری میکنه. و حکم 20 محروم شدن از چی است؟ از جنت با حقوق والدین است که این هم اینجا آمده. دیگه پدر وسطترین دروازه های جنت است. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که امام ابن ماجه روایت میکنه که ابو دردا گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت الوالد اوسط ابواب الجنه، پدر وسطترین دروازه های جنت هست. فحافظ علی والدیک او اسروک، میگه محافظت بکن به والدینت و به خودت. یعنی ایره چی است؟
حفظ بکو. و 22مش روش نیک با والدین مشرک میگه که حتی اگر مادر و پدرت مشرک هم باشه، با همراهشون باید حداقل همون رابطه اجتماعی خوب داشته باشی. و اینجا هدا که الان تشرک بیما لیس لک به علم فلا تطعهم. اگر مادر پدر تو میگه که در شرکیات و گناه ها مبتلا شو، از اونها اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروف، لکن در مسائل دنیایی به همراهشان نیکی بکن. یعنی نیکی با والدین ولو که اونا چی باشن، مشرک هم باشن.